سلام بچه ها، امروز میخوایم ورد سند باکس رو بازی کنیم. خیلی خوشحال میشم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بچه ها هر سال یه دونه جزیره اضافه میکنیم. سال اول جزیره اول رو میذاریم. باید ساحل داشته باشه دیگه، حتما باید ساحل داشته باشه هر جزیره. الان هم جزیره ساحلی یکم هم گرس بریزم. گرس لاکتری حرف میزنم. خب بچه توی هر جزیره یک گروه از انسان ها هست. الان گروه نم لیمون نمیتونم بچه، انگلیسیم زیاد خوب نیست. بچه سال 1 جونم هست. ببینم میتونم تغییر بدم اسمشو. آفمون الان مون شد دیگه، الان مون شد. زیاد ولش کن. همون چیزی که هست رو میذاریم بچه ها. بعد یکم تغییر میدیم. آره باشه، رنگش هم سیاه دوست دارم. بچه سال دومم داره میشه. چقدرم خوشحالم. خوشحال هستیم ما، خوشحال. بچه یکم انسان اضافه کنیم، خیلی کم شده. 63 تا هنوزم موهام. ببینیم سال 2 شد. بچه ببینیم سال 2 شده. حالا جزیره دوم هم میخوایم بسازیم. هویا جزیره دوم. به چه جزیره هم هست. ساواناش هم بکنیم. ساوانا بیتی نداره، فقط این جزیره اصلیه داره. یه گروه دیگه هم اینجا، اسمشو دوباره نمیدونم. ایشالله خودتون انگلیسی بلدید دیگه، میخونید. خب ببینم یکم وقت بگذره. بچه ببینیم سال 3 شد. سال 3
سال سوم شد همین الان. بریم جزیره جدیدمونم بسازیم. اینم چه خوب شد. اینم ماشرومه. ماشروم بزنیم، گارت بزنیم. گارت همون ماشروم. گارت میخوام. گارت بزن. گارت. خب الان بچه 3 تا گروه داریم. گروه سوم هم بسازیم. گروه سوم درست شد. هورا گروه سوم. به بچه تو کامنت ها بگی پارت دوم میخواد یا نه. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. راستی من هم الهام هستم. بچه چه پیشرفتی داشتیم. شهر مرکز بذارید عصبانیشون کنیم زنگ کنم. هنوز کشتی نساختم ولی نمیدونم دیگه. چقدر خوب دارن زندگی میکنن. سال 3 سال 4 میشیم. زود باش. برو. نزدیکیم. همین الان میشه. سال 4 شد. مبارکی جزیره جدید ما. به همون ساختیمش. بچه ها این جزیره رو اینچنتد میکنیم. اینچنتد ناکپک و فایر. آها. خب بچه ببخشید لک شد یکم. اونقدر بازی کردم لک شد دیگه. با بزرگی خودتون ببخشید. 10 نفر فقط میتونه اونجا زنده کنن. خب بچه آخر این ویدیو خیلی خوشحال میشم این ویدیو ببینید. خدا نگهدار.